ببینید مناسبت با من وقتهای آخر چگونه بود، بخصوص مناسبت مطبوات. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که گویا خواسته است FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات تفتیش قضیه ارتباطش با روسیه را بس کند، مطبوعات را گناهکار ماجراها در کاخ سفید نامید. در تاریخ با هیچ سیاستمداری چنین مناسبت ноодилона و بد نشده است. دونالد ترامپ در این باره روز چهارشنبه در اکادمی مرزبانان بحری در کنکتیکوت شکایت کرد. اما برعکس در واشنگتن شکایت از آن زیاد می شود که گویا دونالد ترامپ از جیمز کومی مدیر سابق FBI خواسته است تفتیش ارتباط مایکل فلین مشاور سابق امنیتیش با روسیه را بس کند. این دفعه وکیلان جمهوری خواه نیز خشمگین شدند. یکی از آنها آدم کینزینجر از ایلینویز است که می‌خواهد دادستان ویژه ارتباط احتمالی گروه ترامپ با روسیه را تحقیق کند. سناتور از آلیاسکا لیزا مورکوفسکی هم گفت فرصت تحقیق مستقلانه رسیده است. رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان جیسون چافیتز از FBI خواسته است در مدت یک هفته تمامی سندهای مربوط به کومی و ترامپ را به آنها بدهد. وکیل کنگره از میچیگان جاستین امش حتی گفته است اگر ترامپ به تحقیق کومی مخالفت کرده باشد باید به او رأی عدم اعتماد بدهند. هر قدر مبارزه شما درست باشد همان قدر مخالفت می‌بینید. با وجود تلاش دونالد ترامپ برای آرام کردن اوضاع، ظاهراً ماجراها در کاخ سفید به این زودی‌ها خاتمه نمی‌یابند.